أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. یعنی چی؟ یعنی که باب در مسئله استحباب الذهاب، یعنی مستحب بودن رفتن الى العید با عیدگاه و نماز عید، و عیادت المریض و عیاده بیمار، خبر گرفتن بیمار، و الحج و رفتن حج، و الغزو و رفتن جهاد و غزوه، و الجنازه رفتن جنازه، نماز جنازه و نحوها و مانند این کارهای نیکی که هست، مانند اینها دیگر کارها، دیگر جایها رفتن به مثل نماز جمعه و درس و خلاصه جایهایی که عبادت هست. من طریقین یعنی از یک راه میگه در همین جایها برو، و رجوع من طریق آخر و بازگشتنت به یک راه دیگر باشد، یعنی به این راه برو به راه دیگر برگرد. برای چی این کار میکنه که به یک راه میره به راه دیگر برمیگردی؟ لتکثیر مواضع العبادتی، برای بسیار شدن جایهای عبادت، مکانهای عبادت بسیار شود و زیاد شود. گفته این کار میکنی به همین خاطر اینجا را چیکار میکنی؟ رفتن از آمدن تغییر میدی. خب اکنون در همین باره برامون امام نووی رحمه الله دلایل تقدیم میکند. آیت نه آورده است و دو تا حدیث آورده است. حدیث اول حدیث 718 عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی که از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق. میگه که بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی روز عید میشد، خالف الطریق، مخالفت راه میکرد، یعنی که از یک راه میرفت و به راه دیگر برمیگشت، مخالفت راه میکرد. از همین حدیث دلیل گرفته این موضوعات برامون گذاشته است. خب حدیث دوم وعن ابن عمر، حديث 719 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. میگد که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یخرج من طریق شجرتی، بود از مدینه بیرون میشد از راه شجره. این راه شجره نام است. از راه شجره بیرون میشد و یدخل من طریق المعرس، و در مدینه داخل میشد از راه معرس. معرس هم نامی مکان است، یعنی راهاش تغییر میداد، در آمدن بر آمدن به دیگر راه، در آمدن به دیگر راه. و اذا دخل مکه دخل من ثنیه العلیا و یخرج من ثنیه السفلا. و هنگامی که می در آمد، میگه در مکه، وقتی مکه می در آمد، دخل من ثنیه العلیا، می در آمد از ثنیه علیا. ثنیه یعنی راه های پرپیچ و تاب و مشقت آوری بالای کوهی را ثنیه میگن، یعنی که بر راه ثنیه ای که علیا است، از طرف بالا هست، از طرف بالای مکه است که راه کوهی. میگه از همون راه پیغمبر در مکه می در آمد. و یخرج من ثنیه سفلا، و می بر آمد، میگه از مکه از راه کوهی پایان، یعنی از راه کوهی بالا می در آمد و از راه کوهی پایان می بر آمد از مکه. پس راهش یعنی تغییر میداد. از این حساب است که بعض علما میگن در راه را تغییر دادن هم برای تکثیر زیاد شدن راه های مواضع عبادت
خوب است و افضل است. اما بعضی میگن پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای آسان بودن این راه ها را اختیار میکرد، اما این از برای عبادت نیست و خلاصه بعضی علما این تا گفتگی هستن. اما بعضی ها میگن که برای زیاد شدن جایگاهی چی است؟ عبادت است. خب با همین این باب با آخر رسید. و باب نو، باب استحباب تقدیم الیمین، یعنی که باب در مسئله مستحب بودن تقدیم یمین است، یعنی که مقدم و پیش قرار دادن راست است. کار در کجاها ما پای راست را پیش قرار بدیم، در کجاها دست راست را پیش قرار بدیم. در آن همین باب، در آن همین موضوع امام نووی رحمه الله یک باب قرار داده است. برای واضح شدن این عنوان گذاشته است یا چند مثال ها تقدیم میکند. میگه فی کل ما هو من باب تکریمی، در فی کل ما هو، در هر چیزی که اون از باب تکریم است، از باب تشریف است. و مثل چی؟ کل وضوء و الغسل و تیممی، و مثل میگه طهارت، میگه شرف است و تکریم دارد. و الغسل، آبوزی کردن های عبادتی، چی برای جمعه باشد چی برای غسل جنابت باشد. و تیممی، تیمم کردن برای کسانی که آب نمیابد و لبس یا که آب استفاده برده نمیتواند. و لبس ثوبی، و پوشیدن لباس. و نعلی، پوشیدن پاپوشی. و الخفی، پوشیدن نسکی و یا که محسی. و سراویلی، پوشیدن شلوار. و دخول المسجدی، در آمدن مسجد. و سواکی، و مسواک زدن. و الاکتحالی، و سرم زدن. و تقلیل الاظفاری، و گرفتن ناخونها. و قص شاربی، و کوتاه کردن موی لب. و نتف الابطی، و گرفتن موی زیر بدن. و حلق رأسی، و تراشیدن سر. و سلام من الصلاة، و سلام دادن بعد از خلاص شدن نماز. و الاکلی، و خوردن. و شربی، و نوشیدن. و المصافحتی، و با دست با یکدیگر سلام کردن. و استلام الحجری، و دست کشیدن بر حجر الاسود، حجر الاسودی. و الخروجی، و بیرون شدن از من الخلای، از بیرون شدن از حاجت خانه. و الاخذی، و گرفتن. و العطائی، و دادن چیزی. و غیر ذالک مما هو فی معناه، و غیر اینها از چیزهایی که به همین معناها هستند، یعنی همین طور خوب هستند. در علی همون چیزها تقدیم دست راست یا پای راست مستحب است. خوب است که پای راست قطعی یا دست راست قطعی این کارها شروع کرده شود. فهمو؟ خب اکنون چپ باشد، در کجاها چپ پیشکش کنیم خوب است؟ یعنی که با عکس این میگه و یستحب تقدیم الیساری، و مستحب است میگه مقدم قرار دادن پای چپ یا دست چپ فی ضد ذالک، در ضد این چیزایی که در بالا گفتیم، در ضد اینها بهتر است که دست چپ یا پای چپ پیشکش کنی. به مثل چی؟ کل امتخاطی، به مثل پاک کردن آب بینی که میرزد، پاک کردنش باید به دست چپ باشد. و البساقی، و آب دهان را پاک کردن، انداختن آب دهان یا پاک کردن لوا و دهان ها همچنین باید با دستی علل یساری، با دستی چپ باشد. و دخول الخلائی، در آمدن حاجت خانه باید با دستی چپ باشد. و الخروج من المسجدی، و با پای چپ باشد در آمدن حاجت خانه. و خروج من المسجد، برآمدن از مسجد هم باید با پای چپ باشد. و خلع الخفی، و برآوردن نسکی یا که محسی همچنین باید با از پای چپ شروع کنی. و نعلی، پاپوشی را هم برآوردن باید از پای چپ شروع کنی. و سراویلی، و برآوردن شلوار هم همچنین باید اول پای چپ برآورده شود. و ثوبی، برآوردن لباس هم همچنین باید با پای چپ شروع کنی یا با از کرته باشد با دست چپ شروع کنی. و الاستنجائی، استنجا کردن همچنین باید با دست چپ باشد.
و فعل المستقذرات و اشباه ذالک. خلاصه اش کرد که و دور کردن چیزهای پلیدی ها و مانند این، یعنی کارهای پست و کارهای پلید و کارهای جزیر در دست چپ باید استفاده برده شود. فهمو؟ اکنون این قدر مثال برای توضیح باب شود که یعنی که همین کارها را بکند. انا اکنون برای همین برای ما دلائل را پیشکش میکند. اول دو آیت میارد. آیت یکم میگه قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه. فاما من اوتی کتابه، پس کسی که داده شد کتابش بیمینه به دست راستش، یعنی هر کسی را که کتابش را، مقصد از کتاب یعنی نامه اعمالش را در روز قیامت، نامه اعمالش را در روز قیامت وقتی در دست راستش میتیان، فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه، پس میگوید که هاؤم یعنی بیاید و بگیرید، اقرأوا کتابیه بخوانید نامه اعمال من را. اکنون این انسان وقتی به دست راستش میگیرد دیگر از خرسندی و شادی را فریاد میکند که ای مردم بیایید و بگیرید نامه اعمال من را و بخوانید. اینی ظننت انی ملاق حسابیه، هر آینه میگم من یقین میکردم، ظنه در اینجا به معنی یقین است، هر آینه من یقین میکردم انی ملاق حسابیه، من حتما ملاقات میکنم و میخورم با حسابم. حسابیه یعنی که با حسابم، با نامه اعمالم، با کارهای کردگیم. فهو فی عیشت راضیه، پس این انسان در عیش راضیه است، یعنی در یک زندگی رضایت بخش و در زندگی پسندیده می باشد. این انسانی که با دست راستش نامه اعمالش رو بگیرد. فی جنت عالیه، این انسان در جنت عالی است، در جنت بلند و در جنت بالا مقام است. قطوفها دانیه، این جنت بالا مقام را صفتش همین است که قطوفش یعنی که میوه هایش آماده میوه های آماده چیندن هستند، دانیه هستند، یعنی که نزدیک هستند برای چیندن. قطوف ها یعنی که میوه های همین جنت عالیه دانیه هست، یعنی نزدیک برای چیندن است. کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. من مقصد از قطوف ها دانیه یعنی که میوه هاش نزدیک به چیندن، یعنی که همیشه میوه تر و تازه دارد. کلوا واشربوا، الله تبارک و تعالی اکرم میگه که بخورید و بنوشید، هنیئا بما اسلفتم، یعنی که مبارک باد، تهنیه باد، هنیئا یعنی که گوارا باد، مبارک گوارا باد، بما اسلفتم به سبب کارهایی که شما در پیش انجام داده بودید و پیشتر فرستاده بودید. فی الایام الخالیه یعنی در روزهای خالی، در روزهای گذشته. مقصد از خالی یعنی که دنیا، در روزهای دنیا شما کارهایی را که اسلفتم یعنی که پیشتر تقدیم کردگی بدید، پیشتر فرستادگی بدید، پس اکنون به سبب اون کارهای پیشتر در ایام دنیاتون انجام داده شما چیکار کنید؟ بخورید و بنوشید، گوارا باد این جنت پرناز و نعمت برای شما. پس این آیت که جاش دلیل است، همون اولش که فاما من اوتی کتابه بیمینه، یعنی که کتابه یعنی چیزی مکرم است، نامه اعمال که مکرم و مشرف که هست، از این حساب به دست راستش داده شد. برای همین این آیت رو آورد امام نووی. بعد از این آیت دوم رو میارد، میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، اصحابی، فاصحاب المیمنه یعنی که اصحابی طرف راست، ما اصحاب المیمنه یعنی چی حالت دارند اصحاب میمنه، یا چقدر خرسند هستند. این ما را میگیم، میتونم بگم چی حالت دارند، چی قدر خرسند هستند اصحاب میمنه، اصحاب طرف راست. ببین یعنی که جای بزرگی و جای
با تکریم و با تشریف ده که اصحاب ای میمنه گفته ذکر میکند که فاصحاب المیمنه، پس مردمی دست راست، ما اصحاب المیمنه، چقدر خوشحال هستند و چقدر فرح در دل اصحاب میمنه، اصحاب راست وجود دارد. و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، و اصحاب مشأمه یعنی که و مردم طرف چپ، ما اصحاب المشأمه یعنی چقدر مردم طرف چپ غمگین و فرسوده و بگیم دل شکسته هستند، یعنی مردم دوزخ. اصحاب میمنه مردم جنت، اصحاب مشأمه که مردم دوزخ. خب این هم راست و چپ را، یعنی که راست را برای تشریف و تکریم مردم جنت ذکر کرد و چپ را برای مستقذر بودنشان، برای پلید بودنشان مردم دوزخ، اونها را در چپ ذکر کرد. خب این بود دو آیتش. بعد از این حدیث ها دا میگذاریم، حدیث ها انشاءالله درس آینده. حدیث های باب استحباب تقدیم الیمین 720 شروع می شود انشاءالله درس آینده. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه به آخر و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. آمین. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.